به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی منظوم و منثور از آقای رهی معیری شروع میکنیم. دیوان اشعار رهی معیری که توسط نشر طلایه در تهران در سال 1387 به نوبت چاپ اول رسیده و در سال 1393 چاپ سوم این کتاب انجام شده که در اختیار من هستش. این کتاب به کوشش آقای بهمن خلیفه بناروانی یا بناروانی در تهران جمع‌آوری شده و به چاپ رسیده. امیدوارم که از این دیوان زیبا لذت ببریم. دیوانی که شامل غزل‌ها، قصیده‌ها، مثنوی‌ها، رباعی‌ها، قطعه‌ها، ابیات پراکنده و ترانه‌ها و فکاهی‌های آقای رهی معیری است. ابتدا مقدمه کوتاه رو از زندگی این شاعر زیبا برای شما میخونم که لازم هستش با زندگی نامه ایشون آشنا بشیم و سپس از دیوانهای مختلف این شاعر زیبا برای شما شعری خواهم خوند. لطفاً با من همراه باشید. به نام خدا. محمد حسن رهی معیری، متخلص به رهی، از معدود شاعران برجسته دوره معاصر است که پیوند عمیق شعر و موسیقی را در زندگی و مجموعه اشعار او میتوان به وضوح مشاهده کرد. شعر تغزلی دوره معاصر مدیون شعر اوست. او در 10 اردیبهشت سال 1288 هجری شمسی به دنیا آمد و مقدمات را در مدرسه فرا گرفت. پدر او محمد حسن خان معیری، مؤید خلوت، چندی پیش از تولد رهی از دنیا رفت. رهی از همان کودکی به آموختن موسیقی و نقاشی علاقه نشان داد. علاقه او به موسیقی و نقاشی به شعر کشیده شد و این علاقه با مطالعه اشعار شاعران بزرگ زبان فارسی همچون سعدی و حافظ و مولانا پیوند خورد. همچنان که رد پای شعر این شاعران را در اشعار به جای مانده از او نیز میتوان دید، علاقه رهی به شعر او را به محافل و انجمنهای ادبی آن روزگار کشاند. رهی در انجمن ادبی حکیم نظامی که به همت ادیب بزرگ آن روزگار مرحوم حسن وحید دستگردی دایر شده بود حضور می‌یافت و اشعار خود را در آن انجمن عرضه می‌کرد. رهی بسیاری از اشعار خود را در جرایر آن روز منتشر می‌کرد. مجموعه اشعار رهی شامل قالب‌ها و مضامین مختلف است. غزل و قصیده، مثنوی و رباعی قالب‌هایی است که رهی اشعار خود را در آن قالب‌ها سروده است. اشعار رهی شامل مضامین متعددی است. استادی او در غزل است و عمده علاقه‌مندان به شعر او را به غزل سرایی می‌شناسند. قصیده‌های او نیز از استواری برخوردار است. بخش بزرگی از اشعار رهی نیز اشعاری است به طنز که درباره مسائل اجتماعی و سیاسی دوران خود سروده است. رهی ترانه‌هایی نیز برای آهنگسازان بزرگ آن روزگار ساخت و عمده شهرت رهی از این راه به دست آمد. رهی در سال 1319 خدمت سربازی را به پایان برد و پس از آن مدتی در شهرداری و اداره نوقان مشغول کار بود. سپس در وزارت پیشه و هنر استخدام شد و از 1322 به عنوان رئیس اداره کل انتشارات و مطبوعات وزارت پیشه و هنر خدمت کرد. رهی در محافل ادبی ایران و برخی کشورهای دیگر شرکت می‌کرد و به عنوان شاعری برجسته در این محافل ادبی حضور داشت. در سال 1336 1 ماه در ترکیه بود و در مجامع ادبی آن کشور شرکت داشت. سال بعد از آن 1337 به اتحاد جماهیر شوروی سابق دعوت شد
و در جشن 40مین سالگرد انقلاب شوروی شرکت کرد. سال بعد 1338 در ایتالیا و فرانسه در برنامه‌های ادبی شرکت کرد. سال 1341 به افغانستان رفت و در مراسم 900مین سال درگذشت خواجه عبدالله انصاری حضور یافت. همچنین در سال 1346 مجدداً در افغانستان با ادیبان و شاعران آن دیار دیدار کرد و در محافل ادبی آنان شرکت نمود. رهی بعد از یک عمر تنفس در فضای شعر و احساس و موسیقی در سال 1346 به بیماری سرطان مبتلا شد. برای مداوا به انگلستان رفت اما تلاش‌ها سودی نداد. سرانجام رهی در 24 آبان سال 1347 در تهران به درود حیات گفت و در گورستان ظهیرالدوله تجریش به خاک سپرده شد. گورستان ظهیرالدوله در تجریش آرامگاه تنی چند از اهل فرهنگ و هنر است. غیر از رهی بزرگانی چون علی خان ظهیرالدوله، ملک الشعرای بهار، ایرج میرزا، مرتضی محجوبی، حسین یاحقی، داریوش رفیعی، قمرالملوک وزیری، غلام حسین درویش خان، فروغ فرخزاد، رشید یاسمی، حسین مسرور، روح الله خالقی در آنجا در دل خاک خفتند. روح آزادگی رهی زبانزد همه معاشران او بود. او هیچگاه به قصد جلب منفعت شخصی تملق کسی را نگفت و همیشه مبلغ راستی و درستی و آزادگی بود. به وطن خود عشق می‌ورزید و هر آنچه در آن ناهنجاری و کاستی می‌دید او را می‌آزرد و سعی در اعتلاء ایران و سربلندی مردم داشت. رهی تا پایان عمر ازدواج نکرد و مجرد زیست، چرا که پذیرش مسئولیت زندگی زناشویی را مانع پرورش احساس ناب و پرداختن به شعر می‌دانست و نمی‌خواست خود را از این نعمت محروم سازد. شعر رهی ترجمان راستین روح و اندیشه اوست، بیانگر بی‌آلایش احساس پاک او. رهی خود را نه جزیره‌ای جدا از سنت ادبی ایران بلکه حلقه‌ای از زنجیره این سنت ریشه‌دار می‌دید. شعر او ادامه طبیعی میراث ادبی ماست، با رنگ روزگار شاعر. رهی شاهکارهای شعر فارسی را می‌شناخت و با آنها مانوس بود. این را می‌توان از مجموعه کتاب‌های کتابخانه شخصیش که همه را به کتابخانه ملی اهدا کرده و اینک در بخشی جداگانه در آن کتابخانه نگهداری می‌شود تشخیص داد. تأثیر شاعران بزرگ ایران مثل سعدی و حافظ، به ویژه سعدی، در زبان رهی کاملا مشهود است. غزل‌های رهی. استادی رهی در سرودن غزل به نظر می‌رسد امری پذیرفته. رهی بسیاری از اشعار خود را در قالب غزل سروده است. غزل‌های او به قدری زیبا و استادانه ساخته شده است که کمتر کسی می‌توان یافت که با خواندن آنها تحت تأثیر احساس شاعرانه او قرار نگیرد. غزل‌های او سرشار از احساسات لطیف شاعر است. رهی در غزل بیش از همه از غزل‌های سعدی و حافظ و صائب تبریزی تأثیر پذیرفته و در بسیاری از آنها در وزن و آهنگ و قافیه از غزل‌های سعدی و حافظ و صائب پیروی کرده است. رقت احساسات و باریکی مضامین غزل‌های رهی بیشتر به غزل‌های سبک هندی یا اصفهانی شباهت دارد. رهی به اشعار شاعران بزرگی چون حضرت مولانا، نظامی گنجوی، مسعود سعد سلمان و منوچهری علاقه داشت و شعر آنان را مطالعه می‌کرد و در برخی از اشعارش به شعر آنها نظر داشت. بیگمان نمونه‌های برجسته غزل معاصر را در میان غزل‌های او می‌توان یافت. البته با همه تأثیرات شعر شاعران بزرگ بر شعر او، غزل رهی شناسنامه روح و اندیشه اوست. ترکیبات زیبا، بیان احساسات عاشقانه و افکار بلند شاعر که همه از تجربیات رهی سرچشمه می‌گیرد، به شعر رهی
به ویژه غزل‌های او رنگی از تشخص زده است. غزل او بسیار روان و ساده است و از موسیقی درونی برخوردار است و همین ویژگی به غزل او همچون غزل سعدی و حافظ این ظرفیت را بخشیده که به هیچ تصرفی با موسیقی پیوند بخورد، چنانکه گویی غزل اختصاصاً برای آن موسیقی ساخته شده است. رهی و موسیقی. علاقه رهی به موسیقی به دوران کودکی او برمیگردد. رهی از آوان کودکی به موسیقی و نقاشی علاقه وافر داشت و همین علاقه او بود که به گرایش به شعر و شاعری انجامید. مادر رهی، بانو فخر حجازی فخر عالم، از نوادگان احمد خان مشیرالسلطنه در گرایش رهی به موسیقی مؤثر بود. بسیاری از غزل‌های رهی با آهنگ موسیقیدانان بزرگ آن روزگار تلفیق شد و شاهکارهای موسیقی اصیل ایرانی را پدید آورد. رهی عضو انجمن موسیقی ایران بود. رهی چندی در رادیو در بخش موسیقی همکاری می‌کرد که این همکاری بعدها به سرپرستی برنامه گل‌های رنگارنگ در رادیو انجامید. رهی پیش از آن با داوود پیرنیا در گزینش اشعار برای ساخت آهنگ و تصنیف همکاری می‌کرد که پس از مرحوم پیرنیا خود سرپرستی برنامه گل‌ها را ادامه داد و علاوه بر غزل‌های او که بر اساس آن آهنگ‌های نابی ساخته شد، او برای آهنگ‌هایی از ساخته‌های استادان برجسته موسیقی اصیل ایرانی ترانه‌هایی ساخته است که در این مجموعه اشعار در بخش مستقلی آمده است. آشنایی او با موسیقی سبب شده است که اشعار و ترانه‌هایی که برای آهنگ‌هایی از موسیقیدانان بزرگ چون مرتضی محجوبی، روح الله خالقی، علی نقی وزیری سروده است به قدری با آن هماهنگی داشته باشد و از نظر ساختار در جای خود بنشیند که هنوز پس از سالها که از درگذشت رهی می‌گذرد آن تصنیف‌ها همچنان روح تازگی خود را حفظ کنند و حتی برخی از ترانه‌های او هنوز در میان مردم عادی زمزمه می‌شوند. بسیاری از ترانه‌ها و غزل‌های او را استادان بزرگ آواز ایران چون غلام حسین بنان، جواد بدیعی‌زاده و محمد رضا شجریان خوانده‌اند. طنزهای رهی. بسیاری از تحلیلگران تاریخ شعر معاصر ایران شاعران را به چند دسته تقسیم می‌کنند که یکی از آن گروه‌ها گروه شاعرانی است که شعرشان تأثیر چندانی از اجتماع و اوضاع و احوال جامعه نپذیرفته و شعرشان بیانگر احساسات شخصی شاعر و بازگویی مضامین و تعابیر سنتی شعر فارسی است. و از جمله شاعرانی که جزو این گروه برمی‌شمارند یکی رهی معیری است. با ملاحظه مجموعه اشعار او می‌بینیم که بخش بزرگی از اشعار رهی معیری اشعار طنز و سیاسی اوست و این اشعار مستقیما متأثر از تحولات اجتماعی و اوضاع و احوال روزگار رهی است. و با توجه به این امر قطعا رهی را نمیتوان شاعری بریده از اجتماع و خزیده در خلوت خویش و بازگو کننده احساسات رقیق عاشقانه چندین قرن شعر فارسی دانست. رهی در اشعار طنز خود به بسیاری از مسائل روزمره مردم روزگار خود پرداخته و هر جا کاستی و نقصی در امور اجتماع میدید و ناهنجاری احساس میکرده با این اشعار سعی در اصلاح امور داشته و سعی میکرده با آگاه ساختن مردم آن ناهنجاری ها را سامان دهد. در میان اشعار طنز رهی مضامین و مسائل مختلفی را میتوان مشاهده کرد. روزگار رهی تقریباً اوج فعالیت‌های فرقه دموکرات و حزب توده در ایران بوده و رهی این گروه را از خائنان به مملکت می‌دانسته و در هر فرصتی سعی می‌کرده فساد رهبران این حزب را برملا کند. با مطالعه اشعاری که رهی درباره سران این حزب سروده کاملاً می‌توان به شجاعت و میزان احساس مسئولیت اجتماعی رهی پی برد. رهی در برابر تحولات اجتماعی به ویژه در امور زنان در دوره گذار از سنت به تجدد واکنش‌هایی نشان داده که در این اشعار منعکس است.
اظهار نظر درباره کابینه‌های پی در پی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سران حکومت به زبان طنز و مطایبه که از هر جدی‌تر است. چنان بازتابی در آن دوره داشته که بسیاری از این مقامات حکومتی از گزند تیغ برنده زبان او در امان نبودند. معمولا سعی می‌کردند گرفتار انتقادهای او نشوند. اشعار طنز او معمولاً با نام‌های زاغچه به مناسبت زاغ بودن چشم او، شاه پریون و گاهی گوشه‌گیر و حق‌گو در روزنامه بابا شمل و مجله تهران مصور منتشر می‌شد. در این مجموعه اشعار سعی بر این بوده تا جایی که ممکن باشد اشارات رهی به افراد و مسائل روز یا تضمین اشعار شاعران بزرگ یا اقتفای از شعر آنان در اشعار طنز و سیاسی در حواشی یادآوری شود تا پیوند شعر و خواننده قطع نشود و اشارات رهی به افراد و شخصیت‌های سیاسی و مناسبت سروده شدن اشعار برای خواننده روشن باشد. ابتدا سراغ طنزهای رهی میرم و از طنزها برای شما چند شعری رو میخونم. ابتدا شعری به نام نیش و نوش که در توضیحاتش آورده شده. رهی این شعر را در استقبال از غزل حافظ سروده است. صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت رأس کجاست تا به کجا، که این شعر حافظه و رهی با نام زاغچه این شعر رو چاپ کرده. صلاح کار کجا، کله خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. یکی ز مجلسیان نکته حسابی گفت که این جماعت رهزن کجا، حساب کجا. وزیر فکر خود و ما صلاح از او خواهیم، ببین که ما به کجاییم و آن جناب کجا. شبی سهیل یمین با ملایری می گفت من و مداخله در امر انتخاب کجا. شعر بعدی پیغام عاشق هستش. کار عالم بس که وارون گشته است، شیوه مردم دگرگون گشته است. پیش از این گر عاشق دیوانه‌ای داشت در دل حسرت جانانه‌ای، سالها بر خاک راهی می نشست، جان به کف بهر نگاهی می نشست. در هوای سروناز خویشتن با صبا می گفت راز خویشتن. جان مسکین از نسیمی شاد بود، قاصد پیغام عاشق باد بود. عشق گل او را به هر سو می کشید، آن گذر می کرد و این بو می کشید. الغرض ناخورده از حلوای دوست، عاقبت می مرد از سودای دوست. لیک امروز این روش برگشته است، عشق بازی طرز دیگر گشته است. حلقه مویان حلقه در گوش تواند، تا زنی چشمک در آغوش تواند. در پی عشاق با ماشین روند، و از کرج مستانه تا قزوین روند. راه صحرا با تو چون گیرند پیش، هم دهندت بوسه و هم دانگ خویش. ور زند جر بهر دانگی یار تو، شهربانی چاره سازد کار تو. ای پسر دیوانه چون قاضی مشو، تا نگیری دانگ خود راضی مشو. زانکه دور عیش و عهد شادی، وین همه از نعمت آزادی. نام شعر بعدی کیم منه. این شعر رو رهی پس از چند سال معافیت از خدمت نظام بالاخره خود را معرفی کرد و به خدمت وظیفه رفت. این شعر را در مرخصی سروده است. کیم من دردمند ناتوانی، اسیری خسته‌ای افسرده جانی. نواخوان بلبلی از باغ مهجور، همایون طایری با زاغ مشهور. به قید اندر ز کید مهر و ماهم، چو زر در سنگ و چون یوسف به چاهم. نظامی لیک از جان دشمن حرب، سپاهی
لیک آری از فن حرب. مخوان رزماور و جنگ آزمایم، که مردی شاعر و اهل صفایم. به صورت گرچه می باشم سپاهی، زنم در ملک معنی گوی شاهی. سپهر فضل را تابنده ماهم، ولی افتاده تر از خاک راهم. چو آبم نرم خوی و شادی انگیز، ندانم سرکشی چون آتش تیز. نه جفت قهر و کین چون نیش خارم، که چون گل سینه‌ای بی کینه دارم. دل از شغل جهانم برکنار است، که یارم شعر نغز و شعر یار است. روم تا پی کنم بر دیو غم گم، به دیوان روی از این دیوان مردم. مرا خوان نظم شیرین نظامی، گریزان از نظام تلخکامی. مرا گوی از مسلسل طره یار، رهی را با مسلسل کی بود کار. ز آهن نیزه و پیکان چه سازم، که از مژگان خوبم نیزه سازم. کمان گیرم ولی از ابروی دوست، زره سازم ولی از گیسوی دوست. به تیغ و تیر اگر گیرد جهان کس، زبان و کلک تیغ و تیر من بس. گرفتم کز هنر در عرصه جنگ، نمودم عرصه بر رزماوران تنگ. چه حاصل کز خدنگ چشم مستی، فتد بر لشکر جانم شکستی. گلی چون افکند تیر نظر را، چون نیلوفر در اندازم سپر را. چو خورشید در شود تیغم جهانگیر، به خاک اندازدم ماهی به یک تیر. توان از ناوک تیرافکنان رست، ولی از تیر مژگان چون توان رست. بسا مردا که عاجز ماند شیرش، ولی کرد آهوی چشمی اسیرش. کمند مهر چون پیچد به گردن، چنان رستم به چاه افتد که بیژن. غرض کاندر جهان مهر و یاری، رهی پوید طریق خاکساری. مدار کار ما جز بر صفا نیست، جدال و کینه توزی کار ما نیست. خب نام مورد بعدی که برای شما میخونم از ترانه های رهی معیری هستش که بعضی از شاعران نسل ما هم این آوازها رو خوندن. بعضی از خواننده ها مثل سراج، مثل شجریان و خواننده های دیگر. اما اسم این ترانه خزان عشق هستش. شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. عمر من ای گل طی شد بهر تو، وز تو ندیدم جز بدعهدی و بیوفایی. با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود. آفت خرمن مهر و وفایی، نوگل گلشن جور و جفایی. از دل سنگت آه دلم از غم خونین است، روش بختم این است. از جام غم مستم دشمن می پرستم تا هستم. تو و مست از می به چمن، چون گل خندان از مستی بر گریه من. با دگران در گلشن نوشی می، من ز فراقت ناله کنم تا کی. تو و چون می لاله کشیدنها، من و چون گل جامه دریدنها. ز رقیبان خواری دیدنها، دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی. دردم افزون کردی برو ای از مهر و وفا آری، برو ای آری ز وفاداری. که شکستی چون زلفت عهد مرا، دریغ و درد از عمرم که در وفایت شد طی. ستم به یاران تا چند، جفا به عاشق تا کی. نمی کنی ای گل یک دم یادم، که همچو اشک از چشمت افتادم. تا کی بی تو بود از غم خون دل من، آه از دل تو. گرچه ز محنت خوارم کردی،
با غم و حسرت یارم کردی. مهر تو دارم باز، بکن ای گل با من هرچه توانی ناز، هرچه توانی ناز، که از عشقت می سوزم باز. نام شعر بعدی و ترانه بعدی شب عاشق هستش. ندانمت به که مانی که آفت دل و جانی، کمان ابرویی سیه مژگانی، نکوتر از مه روشن گل رویت، سیه تر از شب عاشق سر مویت، بهشتی بهاری دریغا ستمگر یاری، ندانی باری ره دلداری، گل و سرو و سوسن تویی تو، بلای جان من تویی تو، گمان کردم که درمان دل زارم تو باشی، ندانستم که معشوق دل آزارم تو باشی. چو آگاهی ای ماه من از آه من، سوی عاشق نظر کن، چو دادم جان بی روی تو در کوی تو، بر خاک من گذر کن. بهار من گرچه همچون ماهی، بر نکویان شاهی دل سیاهی، تو را ای مه همچون خاک راهم، مهرت از جان خواهم تا چه خواهی. سپردم دل به گیسویت ای گل مستم به بویت. میریم سراغ منظومه بعدی که ادبیات پراکنده هستش و یه سری ابیات هستش که به صورت بینام آورده شده، در 3 یا 4 صفحه هستش که من چند خطی رو براتون میخونم. تسکین ندهد شاهد و ساقی دل ما را، مشکل که قدح چاره کند مشکل ما را، نه باک از دشمنان باشد نه بیم از آسمان ما را، خداوندا نگهدار از بلای دوستان ما را، گر فلک نشناخت قدر ما رهی عیبش مکن، ابله ارزان می فروشد گوهر نایاب را، یاری که داد بر باد آرام و طاقتم را، ای وای اگر نداند قدر محبتم را، کامم اگر نمی دهی تیغ بکش مرا بکش، چند به وعده خوش کنم جان به لب رسیده را، چرا آتش زدی در خانه ما، رهی را با نگاهی می توان سوخت، با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک، ای آه دل شکسته کو تأثیرت، عشق آموز اگر گنج سعادت خواهی، دل خالی ز محبت صدف بی گوهر است، محبت آتشی کاشان سوز است، دهد گرمی ولکن خانه سوز است. خب منظومه بعدی که سراغش میریم رباعی ها هستش که شامل 35 رباعی هستش. من یه چند تایی رو برای شما میخونم. هر لاله آتشین دل سوخته است، هر شعله برق جان افروخته است، نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر، بیننده چشم از جهان دوخته است، داریم دلی صافتر از سینه صبح، در پاکی و روشنی چو آیینه صبح، پیکار حسود با من امروزی نیست، خفاش بود دشمن دیرینه صبح. ای ناله چه شد در دل او تأثیرت، کمشب نبود یک سر مو تأثیرت، با غیر گذشت سوخت جانم از رشک، ای آه دل شکسته کو تأثیرت. نام منظومه بعدی که میخوایم بریم سراغش قطعات هستش. قطعه: دل تو را دادم چو دیدم روی تو، که از همه خوبان پسندیدم تو را، دل فریبان جهان را یک به یک، دیدم و از جمله بگزیدم تو را، گر جفا راندی نکردم شکوه‌ای، ور خطا کردی نپرسیدم تو را، خون من خوردی و بخشودم گنه، جان طلب کردی و بخشیدم تو را، رفتی و آخر شکستی عهد خویش، کاش از اول نمیدیدم تو را. سحر به دامن کهسار لاله گفت به سنگ، زرنگ و بوی جوانی چه بود حاصل ما، به درد و داغ در این گوشه سوختیم و نبود کسی که برزند آبی
بر آتش دل ما. نه سرو بر سرم افراشت سایبان روزی، نه عندلیب شبی نغمه زد به محفل ما. نه چشمی از رخ رنگین ما نصیبی یافت، نه چشم آینه بنهاد در مقابل ما. در این بهار که جمعند شاهدان چمن، قضا فکند به دامان کوه منزل ما. به خیره چهره برافروختیم و پژمردیم، ندید رهگذری جلوه شمایل ما. ز حرف لاله برآشفت سنگ خاره و گفت که ای مصاحب خودبین و یار غافل ما. به شکر کوش گر از ورطه بلا دوریم، که نیست ره غم و اندوه را به ساحل ما. از آن گروه منافق که خصم یکدیگرند، گشوده کی شود ای دوست عقده دل ما. چو خار طعنه مزن گرنه همنشین گلی، که همنشین من و توست بخت مقبل ما. به گوشه گیری مجموع باش و دم درکش، که از اجتماع پراکندگی است حاصل ما. خب بریم سراغ منظومه بعدی که مثنوی نام داره. شنیدم که افسرده جان گشته ای، چو گنجی به کنجی نهان گشته ای. نظر را به رخساره ات راه نیست، صبا را به سویت گذرگاه نیست. تویی شادی افزای جان همه، چرا رفته ای از میان همه؟ چرا بسته چون صید در خانه ای، گشا بال زرین که پروانه ای؟ چه سازی نهان چهر چون روز را، چه پوشی مه گیتی افروز را؟ به تابندگی زهره روشنی، چه سان پرده بر زهره می افکنی؟ کم از آفتاب و ثریا نه ای، نه شمع سرایی که پیدا نه ای. وگر درد افسرده جانی تو راست، خموشی ز بی همزبانی تو راست. من آن بلبل نغمه خوان توام، که با 100 زبان همزبان توام. برآر از دل خسته آهنگ خویش، که من در نوا آورم چنگ خویش. به چنگ سخن دستیازی کنم، به هر نغمه ات نغمه سازی کنم. بیا تا از این خاکدان پر کشیم، به بام ثریا نوا برکشیم. به خلوتگه ماه و مهرت برم، به بال سخن تا سپهرت برم. رهی مرغ دستان سرای تو بس، چو من طایری هم نوای تو بس. نام منظومه بعدی قصیده ها هستش. نه دستی تا که گیرم دامنش را، نه بختی تا که رحم آید منش را. تنش از فرط لطف آزرده گردد، اگر سازی ز گل پیراهنش را. به غیر از دل که چون جان داردش دوست، ندیدم کس پرستد دشمنش را. تن و جانم ز جور آزرده لکن، مباد آزردگی جان و تنش را. بزرگی را که پاس خوششی نیست، بسوزد برق آفت خرمنش را. چو خیل بندگان پیرامن شاه، گرفته عاشقان پیرامنش را. شه مردان که خواند دست یزدان، پیمبر بازوی مردافکنش را. کشد تا رنج و غم از دامنم دست، بزن دست تولا دامنش را. که این شعر رو در مدح امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در مهر 1312 سروده‌اند. و آخرین منظومه ای رو که برای شما میخونم غزل هاست. برد آرام دلم، یار دلارام کجاست؟ آن دلارام که برد از دلم آرام کجاست؟ داده پیغام که یک بوسه تو را بخشم، لیک آنکه قانع نشود از بوسه به پیغام کجاست؟ بی غم عشق به گلزار جهان تنگدلیم، در چمن رنگ محبت نبود دام کجاست؟ گر من از گردش ایام ملولم نه عجب، آنکه خوشدل بود از گردش ایام کجاست؟ جرعه نوشان رضا نام تمنا نبرند، دل ناکام رهی را هوس کام کجاست؟ امیدوارم که
از این اشعار زیبا، از این دیوان زیبا لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده دیوان رهی معیری رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.